با سلام خدمت دوستان عزیز، امیدوارم هر جا که هستید خوب و خوش و سلامت باشید. موضوع ویدیو امروز ما یک افسانه ای از آیین میترا هست. یعنی زمانی هست که آیین زرتشتی اومده و دیگه کم کم این آیین میترایی رو داشته از بین می برده. داستان شاماران هست، ملکه مارها. یک جوانی بوده به نام طهماسپ که هیزم شکم بوده. این هیزم شکم بلند میشه میره یک روز در جنگل که هیزم بشکنه. اون زمانم که میترا بوده به طبیعت ارزش قائل میشدن، یعنی برای طبیعت ارزش قائل بودن، برای درختان، چون آیین میترایی یک آیین زمینی بوده، دیگه آیینی نبوده که آسمانی باشه و خدای یگانه مثلا تک خدایی نبوده. اون زمانم هیزم شکنا که میرفتن هیزم از جنگل بیارن هر درختی رو قطع نمیکردن و میرفتن درختایی که خشک بود و یا در شرف خشک شدن بود رو میبریدن و میآوردن واسه سوزاندن. طهماسپ میره این درخت‌ها رو پیدا کنه، بعدن یه دفعه نمیبینه شاخ و برگ روی یه چاه پوشوندن، میفته توی چاه. خیلی تقلا میکنه بیاد بیرون، نمیتونه بیاد بیرون. وقتی که دیگه میبینه نمیتونه بیاد بیرون، میگه سرنوشت من اینه دیگه تو این چاه بمیرم. تا چشماش به تاریکی عادت میکنه، نگاه میکنه یک سوراخی در بغلش توی چاه هست. یه خنجری داشته، خنجر رو در میاره و این سوراخ رو باز میکنه به اندازه‌ای که بتونه ازش رد بشه. میبینه بله اون جایی که اونور دیواره چاهه یه جای نسبتاً بزرگتریه. کمی امیدوار میشه، از اونجا رد میشه میره تا اون طرف میرسه و بعد کندن خسته میشه. اونور که میفته دیگه از خستگی خوابش میگیره. حالا هر چقدر مدتی که خواب بوده احساس میکنه یک چیزی داره تکونش میده. وقتی که چشاشو باز میکنه میبینه هزاران مار دور برشو گرفتن و روی بدنش هستن. طهماسپ که نگاه میکنه، آقا با یکی با 2 تا 4 تا رو بکشه، 10 تا رو بکشه، میبینه نمیشه و دیگه مقاومت نمیکنه. میگه حالا از اونجا اومدم اینجا، سرنوشتم اینه که با مارها بمیرم، به دست مارها بمیرم. همینجور که ترس تو وجودشو گرفته، از تو تاریکی صدای یک زنی میاد، میگه طهماسپ نترس، با تو کاری ندارم. طهماسپ کنجکاو میشه، جاشو تیز میکنه ببینه این صدا مال کیه. یک صدای دلنشینی بود. وقتی که جلو میاد و تو دید قرار میگیره، میبینه یک خانم بسیار زیبا که نصف بدنش انسان و نصف بدنش هم ماره. طهماسپ خیلی تعجب میکنه، میگه طهماسپ نترس، من شاماران، ملکه کل مارها هستم. تو چرا اومدی اینجا؟ ما از ترس شماها تو به زیر زمین فرار کردیم. یعنی اینو نشون میده که زمانی که آیین میترایی رو زرتشتی که گسترش پیدا میکنه، چون مار یکی از نمادهای مقدس زرتشتیان بوده، همچنین زن نماد باروری بوده، خداگونه بوده. میگه ما از ترس شما فرار کردیم زیر زمین و تو الان دوباره اومدی اینجا. طهماسپ میگه من افتادم توی چاه و این سوراخو که دیدم اومدم، ناخواسته اومدم، من نمیخواستم بیام، من دشمن شما هم نیستم. وقتی که شاماران حرفای طهماسپو میشنوه، میفهمه که این یک جوان دلپاکیه و قصد آزار مارها رو نداشته.
فقط شانس و اقبال باعث شده که بیاد اینجا. میگه طهماسب بلند شو بیا با ما غذا بخور. و طهماسب رو بر میداره میبره، با هم دیگه میشینن غذا میخورن، صحبت میکنن. طهماسب از زندگی خودش میگه و به قدری طهماسب مجذوب شامار و شامار مجذوب طهماسب میشه که اینا عاشق همدیگه میشن. طهماسب یک روزی به فکر خانواده‌اش میفته، میبینه یک مدت زیادیه که ازشون بیخبره و اونا هم از این بیخبرن. اینجا مونده از بس که بهش خوش گذشته. به شاماران میگه شاماران من میخوام برم خانواده‌مو ببینم فکر تو چیه. میگه اگه هر کس دیگه ای بود، هر انسان دیگه ای بود، نمیذاشتم این اتفاق بیفته، چون رفتن تو همینو خطرساز بودن، یعنی رفتن تو خطرسازه برای ما، ولی چون تو میخوای باشه برو. فقط یک نصیحتی بهت بکنم، زمانی که باران بباره و بخوای یا حمام کنی باید مخفیانه باشه، چون از وقتی که تو پیش ما موندی اگه آب باران بهت بخوره یا آب وقتی که داری خودتو میشوری، پولک های پوستت معلوم میشه و اون وقته که انسان ها میفهمن تو با من رابطه داشتی، که تو رو مجبور میکنن بیایی و جای ما رو لو بدی. طهماسب میگه نه، مگر من چنین آدمی نیستم این کارو بکنم و جای شما رو لو بدم. خلاصه این طهماسب میره پیش خانواده‌اش، یه مدتی میمونه. جایی که طهماسب زندگی میکنه یک شاهی داشته که بیمار میشه. این شاه بیمار میشه و وزیرش که به شدت به مذهب زرتشتی گرویده بود و به شدت این در صدد از بین بردن این نمادها بود، بهش گفته بود که شما اگه گوشت شاماران رو بخورید سلامتی خودتون رو به دست میارید. پادشاه هم میگه آقا ما شاماران رو از کجا پیدا کنیم؟ وزیر بهش میگه تو کاریت نباشه، 100% رعیت شما کسانی هستند که باهاش رابطه دارن، چون قبلا اینجا بودن و با انسانها زندگی میکردن، من برات پیداش میکنم. وزیر میره مردم کل منطقه رو جمع میکنه یک جای، میگه همتون باید یک به یک برید توی آب و مردم میفرستن توی آب تا نوبت طهماسب میرسه. طهماسب امتناع میکنه ولی نمیتونه دیگه، سربازا دست و پاشو میگیرن و میندازنش توی آب و زمانی که خیس میشه پولک های تنش معلوم میشه و میارنش بیرون. به مردم دیگه میگن برید، میارن بهش میگن شما باید جای شاماران رو به ما بگید. اونم میگه نه من نمیگم. اینقدر شکنجهش میکنن که مجبور میشه بگه. یاشو که میگه سربازا میرن شاماران رو میگیرن و میارن. زمانی که چشم شاماران به طهماسب میفته، یعنی با نگاه بهش میفهمونه چرا این کارو کردی و طهماسب هم با نگاهش بهش میفهمونه که شرمنده، مجبور شدن دیگه. شاماران پیش خودش میگه تقصیر اون نیست، اون نتونسته زیر شکنجه طاقت بیاره. من نباید خودم رو بهش نشون میدادم اون زمان، من نباید بهش دل داده میشدم، ولی دیگه کاری که شده. شاماران چون این شاماران گفته میشه تمام دانش دنیا رو از ازل تا ابد میدونسته و برای همین هم گوشتش شفا بخش بوده و اگه کسی مریض بوده گوشتشو میخورده
شفا پیدا میکرده و به علمش هم افزوده میشده. شاماران به رو به پادشاه میکنه، میگه من فقط حالا که شما منو میکشید من یه چیزی بهتون بگم، هر کس دم منو بخوره به جاودانگی میرسه، هر کس گوشت تن منو بخوره به سلامتی دست پیدا میکنه و هر کس گوشت سر منو بخوره میمیره. و میارن سربازا شاماران رو میکشن، سرش و دمش و تنش هر در دیگ‌های مختلف پخته میشه. اول گوشت تنش رو به پادشاه میدن، پادشاه خوب میشه. وزیر چون جاودانگی رو میخواسته و یه آدم با قول امروزی ناتویی بوده، دمش رو میخوره و گوشت سرش هم برای اینکه طهماسب کشته بشه به طهماسب میدن. طهماسب از بس عاشق شاماران بوده، میدونه این چیزی که شاماران گفته برعکس اتفاق میفته و گوشت سرش رو میخوره. اونجا میشه که طهماسب تمام دانش‌ها رو یاد میگیره، شاه خوب میشه و وزیر میمیره. این داستان شامارانه، یعنی اون زمانی که مادر سالاری با کشته شدن شاماران به پایان میرسه و پدر سالاری شروع میشه که در زرتشت هم آیین پدر سالاری بوده، یعنی زن کمترین نقشی رو توی زندگی نداشته و تمام دستورات و اوامر و تصمیمات توسط پدر گرفته می شده. اما در زمان میترا این چنین نبوده. زمان میترا کدبانوی خونه غذا می پخته، افراد اون خانواده به احترام این که زحمت کشیده لب به غذا نمی زدن و باید اولین نفر بانوی خانه این غذا رو می خورد. حالا من یک بخش تاریخیش هم واسه‌تون بخونم ببینید چجوری بوده. زن در فرهنگ مادها نماد هستی و فراوانی و بخشش است و حتی در تحقیقاتی هم که به عمل اومده پس از شکست مادها شکست مادر سالاری بوده. خدایان واحد ظهور کردند و خدایان از دم مرد هستند. اژدها کشی یا مارکشی دقیقاً یعنی تثبیت حکومت پدر سالاری. حالا اینکه آیین میترا در دوره مادها بوده و الان هم یه اسمایی هست که روش مونده که مار مقدس بوده و در آخر ویدیو هم مکانی مقدس لالش پرستشگاه ایزدیانه رو به شما نشون میدیم که ببینید چه جوری مار یک نماد مقدسی بوده. کانی که فارسیش میشه چشمه، درخت، ماه، مار نماد آیین میترا بودن و الان هم در بیشتر بیت و اشعار و داستانهای فولکلور را اگر خوانده باشید حتما یکی از این عناصر توش به کار رفته. چرا که فرهنگ مادها فرهنگ زمینی بود و بزرگترین نماد آیین میترا هم مار بوده که نماد خرد و عقل و زندگی و باروری است و چون بزرگترین سیاست هخامنشیان دشمنی با مادها بود، این نماد آیین میترا را با تحریف تاریخ ما به اهریمن تبدیل کردن. ولی هنوز هم پس از قرنها نشانه های فرهنگ میترا در بین ما نوادگان مادها وجود داره و در شاهنامه جنگ رستم و اسفندیار جنگ بین زرتشت و میترایی است. رستم پاسدار آیین میترا و اسفندیار آیین زرتشت است.
و سیمرغ هم نمادی از آیین میترا می باشد. 7 مرحله در فرهنگ میترا وجود داره که مقدسه، مثل 7 خان رستم. در آیین میترایی شیر مقدسه و اگه به مناطق از زاگرس رفته باشید هنوز آثاری از شیرهای سنگی روی قبرها وجود داره که نشان از تقدیس شیر داره. یکی از بزرگترین مستندات این دگردیسی تاریخی مجسمه آژدیهاک که به ضحاک نامش رو عوض کردن که اکنون در موزه لور فرانسه است. آژدیهاک 2 مار را به دست گرفته و بر زمین ایستاده. در تحریف هخامنشیان مارها بر دوش قرار دارند و در حالی که مارها بر دست ضحاک نشان از مقدس بودن و نگهبانی گنجای زمینی دارند. و در کردستان ترکیه و شهرهای باتمان و وان و آمد و دیگر شهرها هنوز از نماد شامار یا شاماران بر سر مغازه ها و خانه ها و کوچه ها وجود داره. در هورامان برای مدیریت مناطقشان انتخاب انجمن برگزار میکنند و در این انتخابات پور یا پیر را انتخاب میکنند که دقیقاً برگرفته از فرهنگ میترایی است. هنوز بسیاری از شهرها و مکانها وجود دارد که اسامیشان نشان دهنده فرهنگ میترایی است، مانند مارانکار، کانیماران، سومار، تپه ماران، کانیتومار که نشان از مقدس بودن مار دارد. سپاسگزارم دوستان عزیز، امیدوارم این ویدیو مورد توجهتون بوده باشه و اگه هم ویدیو رو دوست داشتید لطفاً لایک کنید و کامنت بذارید، به اشتراک بگذارید با دوستاتون و کانالمون هم سابسکرایب کنید. سپاس از همه شما، به امید اینکه همتون در آسایش و ثروت و آزادی زندگی کنید. روزتون خوش.